تیم قوی، تیم برنده و حالا شاید تیم قهرمان. گره خوردن بازی پارس و ذوباهن روی عدد 0 یعنی پرسپولیس تقریبا قهرمان لیگ برتر بود و واسه قطعی کردنش فقط یک امتیاز لازم داشت. یه مساوی تا عملی شدن رویای قهرمانی تو داربی و رسیدن به جام قبل از پایان سال 96. برد پرسپولیس و قهرمانی یا برد استقلال و انتقام بازی رفت و شاید هم مساوی. اون طرف اما استقلال سالو دست خالی تموم میکنه و امیدش به فینال جام حذفی تو سال آینده است. سال 96 واسه استقلال خیلی خوب نبود، اما تحت هر شرایطی نباید تماشای جشن قهرمانی رقیب به تصاویر تلخشون اضافه میشد. تا همین 2 هفته قبل شفر محکوم بود که توانایی شکست تیمای بزرگ رو نداره، اما بعد از شکست الهلال و فولاد دیگه هیچ سیدی واسه اونا غیر ممکن به نظر نمیاد. نود دقیقه هیجان تو دربی 86. سورپرایزی که برانکو برای داربی وعدش رو داد حضور رسن جای منشا تو ترکیب اصلی بود. رسن از داربی قبل تا این داربی فقط تو یه بازی فیکس بود و بیشترین دقایق حضورش با پیرن پرسپولیس تو جلوی استقلال گذرونده. نیمکت نشینی مسلمان هم انقدر تکراری شده که دیگه کسی رو غافلگیر نکنه. برخلاف پروفسور، شفر زیاد به ترکیب برندش دست نزد و به پسرای موفقش تو این هفته ها اعتماد کرد. تیم خلاقی که با تیام ترسناک بودن رو هم به خط حمله‌اش اضافه کرده. حساس‌ترین بازی ایران این بار جلوی مهمترین شخص فیفا برگزار می‌شد. اولین درگیری تماشاگرها دقیقاً جلوی جایگاه اینفانتینو انجام شد و بخشی از سکوها نشون دادن براشون تعصب مترادف بی‌مسئولیتیه. البته اینفانتینو تنها نماینده جام جهانی تو داربی نبود. تیم داوری جام جهانی بازی رو سود می‌زد و بازیکنایی مثل بیرانوند و وریا و سید جلال احتمالاً بخشی از ترکیب اصلی کیروش تو روسیه. تو جنگ برای غرور و افتخار فقط یکی با دستاوردش زمین رو ترک می‌کرد. استقلال با حفظ غرور یا پرسپولیس با گرفتن افتخار. تو پسن امید ابراهیمی پاس خوب برای سرو جبارو، فضای مناسبی رو دارم میارم به سمت راست عالیه میکنه انجام میده برای شجاعیان. خود شجاعیان میفرسته با بیرانوند توی 6 قدم تو در اختیار گرفت. رو سکوها که جالب بود فرصت برای استقلال و ضربه سری که اونجا میزنن. مالکترین و خطرناکترین تیم لیگ برتر همه عنوانها رو نیمه اول به استقلال داده بود. استقلال شجاعیان تیم که گم کرده خود تیم داشو میزنه با واکنش بیرانوند. مدافعان استقلال ببینم چون آقای مارکو فان باسن که وزیر پای فرشاد احمد رد میشه. حالا موقعیت خوبی گیره باهوش معنی اسم و توصیف سبک بازی وریاس. محوطه برای مامتیام حسینی به مقابل داره خود تیام دروازه‌شو میزنه زمینی اونجا روی ریبا میتونه دروازه پرسپولیس باز بشه و حالا توی دروازه وریا واسه گلزنی تو 10 ثانیه از نیمه زمین خودی تا 6 قدم پرسپولیس دوید.
2 دقیقه بعد شجاع بهترین فرصت واسه جبران اشتباهش رو از دست داد. یه ارسال بلند روی دروازه ضربه سری که اونجا میتونن بزنن، اما چه فرصتی رو از دست دادن بازیکن‌های پرسپولیس. خود شجاع خلیلزاده نزدیک بود دروازه رو باز بکنه. تو ترکیب استقلال بازی میکنه فرشید اسماعیلی. شوتای کم خطر پرسپولیس فقط آمار سیوای رحمتی رو بالا می‌برد. پرسپولیس ضربه‌ای که منشا میزنه، حالا وحید امیری و پا چپ ضربه‌شو میزنه، وحید امیری فنی و رحمتی توپو در اختیار گرفت. زوج سید جلال و بیرانوند تو حمله ناهماهنگ‌ترین زوج دنیان. صادق محرمی حالا ارسال بلند روی دروازه، ضربه سر منشا اون شلوغی، یک ضربه سر خطرناک از سید جلال. پیرمرد استقلال بالاخره بزرگترین صیدش رو از دریا کرد. صیدی که مثل داستان همینگوی غرور رو به خودش و قایقش برگردون. چند هزار استقلالی تو ورزشگاه و میلیون ها نفر تو خونه بیشتر از هر زمانی تو این فصل احساس غرور کردن از اینکه دیگه بازنده نیستن، کابوس جشن قهرمانی حریف جلو چشماشون رو نمیبینن و کسی از بالا نگاهشون نمیکنه. حالا همه اونا منتظر سال جدید و فصل جدیدن. فصلی که شاید تکلیف قهرمانش تو برف زمستون معلوم نشده باشه و رنگ آبی دوباره به سقفش اضافه بشه. جا داره از همه هوادارامون معذرت خواهی کنم و فکر میکنم که نیمه اول روز خیلی خوبمون نبود، ولی تو نیمه دوم تونستیم که حالا اونطوری که میخواستیم بازی کنیم. تو موقعیتایی که استقلال نصیبش شد تونست از تک موقعیتش استفاده کنه. ان شاءالله این موفقیت تیم ادامه داشته باشه تو بازی آسیایی، توی جام حذفی. ان شاءالله بازم بتونیم، ما هنوزم به هواداران بدهکاریم، باید خیلی بیشتر از اینا موفق بشیم. استقلال تیم بزرگیه، هنوز کار خاصی نکردیم به نظر من. پیروزی تو این بازی چقدر میتونه تو اون بازی تاثیر داشته باشه تو بازی؟ قطعا پیروزی دربی روی خوب میره. ما اسفند ما رو تا اینجا خوب شروع کردیم، نتایج خوبی گرفتیم، با اینکه خیلی سخت بود بازی بیرون خونه، سفرهای متوالی. خدا رو شکر تا الان خوب بوده، ان شاءالله بتونیم رفت و برگشت الان هم یه نتیجه خوبی، یه ایده خوب به هوادارا بدیم. گل نمیزنی یهو تو دربی چه مزه‌ای داشت؟ گل که زدیم امسال یا 3-4 تا زدیم دیگه. کلا خب خدا رو شکر تونستم زحمات بچه‌ها رو به ثمر برسونم، تونستیم این بازی 3 امتیازشو بگیریم. خیلی حس خیلی خوبیه، خیلی خوشحالم چون نیم فصل اول حقمون باخت نبود، الان خدا رو شکر جبران کردیم. خوشحالیت هم از ته دل بوده بعد گلت رفتی سمت تماشاگرا؟ دقیقاً همینطوره. همه بازیکن‌ها رو دریبل زدی رفتی اونور؟ من می‌خواستم برم سمت هوادارا، چون لذت خاصی داره شادی و هوادارا تقسیم کردن. تو هفته قبل قبوله که جو از نظر روحی به نفع شما بود، بازیکناتون یه جورایی مطمئن بودن که میخوام ببرم بازی رو. بله، ما از قبل از این بازی هممون ازمون جذب کرده بودیم که بتونیم بازی رو برنده باشیم و خوشحال کنیم هوادارامون رو. همه تو رختکن همینجوری با هم دیگه صحبت می‌کردیم، فقط فکر پیروزی بودیم و خدا رو شکر بهش رسیدیم. Nažalost nismo dali jedno veliko zadovoljstvo i veselje našim igračima, navijačima. متاسفانه موفق نشدیم اون شادی رو که مد نظر داشتیم هدیه کنیم به هواداران. Znam koliko je važan svima nama derbi. میدونم که برای همه ما چقدر دربی مهمه. Ali to je tako u derbiju. اما دربی همینه. Jedna pogreška i naravno sve se drugačije onda i odvija. یه اشتباه و بعد همه چی عوض میشه. Ja čestitam Esteglalu na pobjedi. من تبریک میگم به استقلال بابت برد. متاسفانه حالا بازی به شرایطی بود که شاید بدترین نیمه اولمون رو تا به حال بازی کردیم. Persepolis play without number 19 the striker. یکم برای ما خوب بود که نیمه اول پرسپولیس بدون منشا بازی کرد. Passion, love امروز and character. That was our
our winning. عشق و شخصیت تیمی ما بود که باعث برد ما شد. Okay, we're very happy and now we have a very, very strong match ما الان همه on 6 in Al خوشحالیم Ain. ولی I told you بازی yesterday. بسیار سختی داریم مقابل العین.